آخر چالشمون پولی همینجا کارت بکشیم باشه. خب باش اول از شما شروع میکنم. خب فقط 5 ثانیه شما وقت داریم. خب آمریکا نیویورک او نو آتایا خب حرف دومش هم میگم که پاکستان افغانستان خلخال او نو خلخال قندار نمیرین؟ قندارم قشنگه. چرا؟ میریم ما بیشتر سعی میکنیم همه رو بچرخیم. شما دوست دارم به قندار افغانستان سفر کنید؟ من قندار آره سویتی دادم. دوست دارم حتما برم افغانستان. واقعا خب میگم اینو تایید. شما مهاجرین افغانستانی رو دوست دارین تو ایران باشن یا نه؟ لوکیشن عالیه. داداش سلام. سلام. خسته نباشی. دورت بگردم. خوب هستی؟ عزیزی. شما خوبین؟ قربونت داداش فدات شم. عزیز دلی. نام خدا خیلی خوشگلم هست. دورت بگردم عزیزی. ما چالش دارم. پایه هست این جفتتون؟ برو بریم آقا. چالشمون به این صورت من چند تا کشور رو نام میبرم، شما فقط پایتختاشو میگین و در آخر چالشمون پولی همینجا کارت بکشیم باشه. خب باش اول از شما شروع میکنم. خب فقط 5 ثانیه شما وقت داریم. خب آمریکا نیویورک او نو کجا؟ نیویورک نه واشنگتن. واشنگتن. خب روسیه داداش نمیدونم. روسیه رو نمیدونی؟ نه والله. مسکو. خب من قدیو نمی‌کشیدم شمای مسکو. خب چین یک اولشو بگو. اولش پ آتایا او نو. خب حرف دومش هم میگم که پاکستان چین پکن پکن ایول. خب میریم یک کشور بزرگ دیگه هم نام میبرم. ژاپن یک ژاپن داداش 2 3 اولشو بگو. ژاپن و اولش ت آره نمیدونم. توکیو راستی. خب بریم باشه اونو جواب مشتری رو بدم. بریم سر کشورهای اروپایی باشه. یک کشور خیلی که همه به اون مهاجرت میکنم. خب ایران هم میگن. آلمان یک اولشو بگو. آلمان ب 1 2 3 4 5 برلین. خب بریم کشورهای آسیایی. تاجیکستان شما تاجیکستان بذار یه نقل بدم. پایتخت کشور تاجیکستان یکی از روزهای هفته است. شنبه یک شنبه دوشنبه نه دیگه بریم یک کشور دیگه. ازبکستان 2 تا دیگه برو اونورتر چهارشنبه. نه ازبکستان بذار اولش میگم ت الف شین که تاجیکستان. نه دیگه چه ربطی اون داره؟ تا تایلند تاشکند. خب بریم یک کشور همسایه رو انتخاب کنیم. افغانستان خلخال دیگه میشه هرات. افغانستان کجاش میشه؟ یه موقع هرات بوده. 200 سال پیش پایتخت افغانستان هرات بوده ولی الان نیست. الان مگه شما ضرب المثل نداره میگیم چی رو گرفته، نمیگیم کجا رو گرفتن. یه ضرب المثل دارن ایرانی‌ها. نه به گوشم نخورده. گرفتن کابل گرفتن. اگه ویزای از این کشورهای نام برده رو که بهتون گفتم، کشورهای آسیایی رو انتخاب میکنم. اگه ویزا رایگان بدم دوست دارم میکنم کشور سفر کنم. من استرالیا، روسیه، استرالیا. خب این کشورهای آسیایی مثل ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان چی؟ افغانستان قطعاً میگم خیلی قشنگه. کجای افغانستان قشنگه؟ من دوستانی داشتم از کابل، هرات، قشنگ، مزار شریف، کلا همه جای افغانستان قشنگه. اگه دوست داشته باشیم خوبی هم داره. اگه دوست داشته باشیم به ببینید قندهار، کابل، هرات، به کدوم یکی از این شهرهای افغانستان سفر میکنیم؟ کابل. قندهار نمیرین؟ قندهارم قشنگه. چرا؟ میریم ما بیشتر سعی میکنیم همه رو بچرخیم. شما دوست دارین به قندهار افغانستان سفر کنید؟ من قندهار.
آره چرا قندار؟ میگن جا قشنگه، تو این قصه هم دیدم. مثلا چیه قندار قشنگه؟ طبیعتش خیلی خوشگله. انار به چی میگم سوتی دادم. قندار به چی خیلی مشهوره؟ داداش جواد خیابونی هم به اون جواد خیابونی سوتی میده، اشکال نداره. خب قندار به چی خیلی شهرت داره و مشهوره؟ فکر کنم ایمان بهتر بدونه تا من. به چی؟ من سوتی هم دادم الان. انار؟ به انارش. و انارشه؟ حتی انارش صادر میشه به اروپا و به کشورهای خیلی از کشور اروپایی. آخه ما تو ایران میگن انار فقط انار کودش. انار قندار بعض اناراش تا 3-4 کیلو است، اینقدر گنده است، اندازه سرم شما. ایول دوست دارم حتما برم افغانستان واقعا. خب، میگم اینو تایید. شما اسم کابل رو که میشنویم چی به ذهنتون میاد؟ ذهنیتتون چیست؟ ذهنیتمون آدمای خوب و مهربون. شما؟ داش والا اگه بخوایم به ایرانی‌ها بگیم کابل، میگیم زده خودشو به کوچه علی چپ. ماشینای افغانستان چی؟ به ذهنتون نمیاد؟ ما بیشتر دنبال فورت داش انقدر پول دارن لنکروز و اینا ما میبینیم تو این استا از افغانستانیا. واقعا اینجوریه. بله. خیلی ممنون لطف کردیم و در آخر یه پیامی هم برای مردم افغانستان بگیم ممنون میشم. پیام که ان همیشه زنده باشن و پاینده. مهاجرین افغانستانی رو دوست دارین تو ایران باشن یا نباشن؟ همه جا به نظر من خوب و بد داره. همه جا، چه ایرانش، چه افغانستانش، چه نمیدونم کشورهای خارجیش، همه جا خوب و بد داره. این دوست دارین باشن یا نباشن؟ باشن. شما چی دوست دارین مهاجرین افغانستانی تو ایران باشن یا نباشن؟ مهاجرین افغانستان دوست دارین تو ایران باشن یا نباشن؟ داداش هر جا باشن سلامت باشن. دوست دارین برای تو ما ایران فرقی باشن یا نداره. نباشن؟ برای ما فرقی نداره. باشن نباشن. ایرانی دوست داری باشن یا باشن داداش برای ما یه فرقی پیامی هم به مردم افغانستان بده. درود به همشون. خیلی ممنون، خیلی ما که لذت بردم. پایان یک از برنامه‌های دیگه رسیدیم. امیدوارم برنامه‌ها مورد پسند شما قرار بگیره. اون از اعضایی که بازم دوست داریم برنامه رو ببینیم، یوتیوب دو تا همون ویدیو پیشنهادی به شما میده. یک از این ویدیوها میتونید شما انتخاب کنیم ببینیم و ناگفته نمانه اعضایی که دوست داریم برنامه ما باز هم ببینیم یوتیوب چینل رو سابسکرایب کنیم یا همون مشترک بشیم.